بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خدمت یکایک بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان را مشاهده می کنید، عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال بوده باشید و توفیقات الهی نیز شامل حال من و شما و سایر مسلمانان بوده باشد. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خلق عظیم بار دیگر مهمان کانون‌های گرم شما گرامیان هستیم. بعد از عرض سلام خدمت شما، به اجازه شما عزیزان، از طرف شما و خودم خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری، کارشناس دایمی برنامه، عرض سلام و ادب دارم. جناب مولانا صاحب به برنامه خودتان خوش آمدین. سلام علیکم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، استاد صیقل عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. خوب بینندگان عزیز و گرامی، همان گونه که مطلع هستید این برنامه تلاشی است در راستای احیای اخلاق و خوی اسلامی، خلق عظیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله متعال به آن متصف نموده. می‌خواهیم از طریق این برنامه دوباره اخلاق ها و خوی هایی که در جامعه من کمرنگ شده را احیا کنیم. البته همه موضوعات و موارد اخلاقی که در این برنامه به آن پرداخته می شود در پرتو آیات قرآن کریم و سنت گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین مصادیق آن در زندگی کنونی ما می باشد. در این برنامه باز هم با دومین خوی و سرشت که همانا صداقت یا راستگویی است در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم و برنامه را آغاز میکنیم همراه با جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن. جناب مولانا صاحب، از آنجایی که ما از طریق برنامه بارها طی قسمت های گذشته گفتیم که منبع و مصدر اصلی اخلاق اسلامی همانا قرآن کریم و سنت گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، باز هم می‌خواهیم درباره یکی از خوی‌های دیگر اسلامی یا اخلاق دیگر اسلامی که همانا خلق صداقت و راستی یا راستگویی است صحبت داشته باشیم و می‌خواهیم درباره اهمیت این موضوع و ارزش صداقت در روشنایی آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت داشته باشیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حقیقتا پیرامون صدق و صداقت موضوعی که از موضوعات مهم اخلاقی هست. الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل پیرامون صدق و پیرامون صدیقین و پیرامون صادقین و رسول صلی الله علیه و سلم ارتباط به صدق و جایگاه صدیق و اینها به صراحت کامل به ما بیان فرمودن. آیات زیادی هست
و احادیث صحیحه و کثیره هست که در قسمت صدق و صادقین و اینها بحث میشن. الله سبحانه تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای مؤمنین. الله سبحانه و تعالی بندگان خود را، مؤمنین را خطاب میکنه. اتقوا الله، بترسید از الله سبحانه و تعالی. بعد از ترس و قضیه تقوار الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه و کونوا مع الصادقین، شما باشید به همراه انسانهای صادق و انسانهایی که صداقت دارن و انسانهایی که راهشان راه صدق است و منهجنا منهج صدق هست. از عظمت و جایگاهی که صدق برخوردار هست یا صدیقین برخوردار هستند، شما ببینیم ما در هر نماز دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت بفرما. حالا این راه راست کدام راه هست؟ صراط الذین انعمت علیهم، راهی که به اونها نعمت داده شده و اون نعمت الله سبحانه و تعالی برای کی داده و کدام راه هست؟ تفسیر قرآن بالقرآن. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میفرمایه آنهایی که نعمت برای اونها داده شده الذی انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله سبحانه و تعالی بعد از نبیین مقام صدیقین رو بیان میکنه. هر روز ما از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم در هر نماز، در هر رکعت. یعنی این که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، این اهمیت این موضوع را نشان میده که ما هر روز از الله طلب هدایت کنیم، از الله بخوایم یا الله ما را سوق بده و ما را ببر برای صدیقین، برای انسانهایی که در گفتار خود، در کردار خود، در اعمال خود، در تمام امور زندگی خود انسانهای صادقی هستند. آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی میفرماید ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا، بحث صداقت الله سبحانه و تعالی حتی به خود برای خود معول میکنه. یعنی چی کسی صادق تر از الله سبحانه و تعالی؟ یعنی از الله سبحانه و تعالی آیا صادق تر شما پیدا کرده میتوانید؟ هرگیز. پس بناهن مسئله صدق و جایگاه صداقت و جایگاه صادقین چنان دارای اهمیت هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید قال الله، گفت الله سبحانه و تعالی یوم ینفع الصادقین، روز قیامت روزیه که الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه میفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته، روز بسیار وحشتناک. روز قیامت روزیه که پدر از پیش فرزند، فرزند از پیش پدر، مادر از کنار دختر، دختر از کنار بالاخره مادر، هر کدام از پیش همدیگر فرار. و آیه دیگه میفرماید در حالی که برای صادقین در روز چی هست؟ روز نفع هست، روز منفعت هست. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، چی چیز برای صادقین نفع میرسانه؟ صدق اونها هست، اون صداقت اونهاست. لهم جنات تجری من تحتها الانهار، که برای اونها مهیا شده جنت و نهرها و بالاخره نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی برای صادقین مهیا کرده. در آیات دیگر که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، الله سبحانه و تعالی از مردان صادق و از زنان صادق بیان میکنه و در ادامه این آیه میفرماید اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. پاداش صادقین چی هست؟ پاداش این انسان هایی که صدق و صداقت و راستی دارن، پاداش اینها مغفرت هست، آمرزش هست، پاداش اینها اجر عظیم و بزرگی هست. آیات زیاد هست. وقتی که نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی از انبیاء علیهم السلام وقتی که یاد میکنه در قرآن اشاره میکنه و ذکر فی الکتاب ابراهیم. خب ابراهیم علیه السلام
ابراهیمی که برای همه اسوه بیان شده، ابراهیمی که گفته شده ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراهیمی که ابوالانبیا است، ابراهیمی که خلیل الله است، ابراهیمی که با او همه عظمت و بزرگیش الله سبحانه و تعالی در این آیه میفرماید انه کان صدیقا، ان ابراهیم کان امت که گفته شده، یعنی بس در اینجا این میگه که ای اصلا صادق بود، کسی بود که در صداقت برای همه اسوه بود و الگو بود. نبی دیگر، پیامبر دیگر حضرت ادریس علیه السلام، الله سبحانه و تعالی میفرماید واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، باز هم از جمله صدیقین بیان میکنه. اسماعیل علیه السلام فرزند ابراهیم علیه السلام، واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، یعنی این همه القاب صدق و صداقت و صدیقیت الله سبحانه و تعالی برای انبیاء علیهم السلام، یکی از ویژگی ها و یکی از صفات خاص پیامبران اکرم، پیامبران که الله جل جلاله برای راهنمایی بشریت فرستاده، هم صداقت و راستگویی و اینها. و میایم در قسمت مؤمنین، الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، از بین این مؤمنین مردانی هستند که اونها صادقن. و از اون جمله مثلا اگر ما بیایم نمونتا از مردانی که در صداقت و در راستگویی و در امور مختلف زندگی خود که صادق بودن، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. اصلا خود سیدنا ابوبکر لقبشان چی هست؟ صدیق هست. سیدنا ابوبکر صدیق چرا صدیق میشن؟ این جایگاه از کجا به دست میارن؟ سیدنا ابوبکر صدیق به مجردی که حق و حقیقت برایشان واضح میشه و مشخص میشه، سمعنا و اطعنا. به مجردی که خبر معراج رسول صلی الله علیه و سلم برایشان میرسه، جا در جا تصدیق میکنن، با مجردی که بدون تردد. پس به اینه که سیدنا ابوبکر صدیق با اون مقام و با اون منزلتی که الله سبحانه و تعالی برایشان داده، در یعنی در صف اول صدیقین قرار دارن که بعد از انبیاء علیهم السلام افضل ترین خلق به نزد الله سبحانه و تعالی سیدنا ابوبکر صدیق هست. اگر به احادیث رسول صلی الله علیه و سلم آیات زیاد هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، انسان هایی که در قول خود، در رفتار خود، در کردار خود صداقت پیشه خود ساختن، اینها در حقیقت متقین هستند، اینها در حقیقت پرهیزگاران هستند. و نعمتهای الله سبحانه و تعالی هم که بیان شده ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون، همه اینها. و یوسف علیه السلام لقب چی میگیره؟ یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات، بحث رؤیا که مطرح میشه و خواب و اینها مطرح میشه. یعنی یوسفی که او صدیق بود، یعنی اعمالش صادقانه بود، گفتارش صادقانه بود. مادر عیسی علیه السلام وقتی که نگاه میکنیم حضرت مریم الله سبحانه و تعالی میگه و امه صدیقه، یعنی این القابی که الله سبحانه و تعالی وقتی برای انبیاء علیهم السلام، برای مؤمنین، برای صالحین، برای اینها بیان میکنه، پس حقیقتا ما اهمیت و جایگاه صدق و صداقت و اینها رو میدانیم. رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث که عبدالله ابن عباس روایت میکنه، حدیث بخاری و مسلم، رسول الله میفرمایند ان الصدق یهدی الی البر. صدق انسان رو کجا راهنمایی میکنه؟ انسان رو به کجا میکشانه؟ صداقت انسان رو کدام طرف میبره؟ به طرف نیکی ها، به طرف زیبایی ها، به طرف همه خوبی ها. و ان البر یهدی الی الجنه. و این خوبی ها و زیبایی ها وقتی کلام انسان خوب شد، وقتی اعمال انسان خوب شد، وقتی افعال انسان خوب شد، اینها همه خوبی ها از کجا به دست میآید؟ از صدق به دست میآید، از صداقت به دست میآید که انشالله بعدها پیرامون انواع صدق و صداقت و اینها بحث خواهد شد. این صدق و صداقت
راهنمایی میکنه به طرف نیکی ها و نیکی ها، و این البر یهدی الی الجنه، طرف جنت. انسان دیگه چی میخواه؟ تمام آرزوی یک انسان مؤمن و مسلمان بعد از این که رضایت الله رو به دست بیاره دیگه چیه؟ جنت هست. جنتی که الله سبحانه و تعالی او را آماده کرده، اعدت للمتقین. و این الرجل لیصدق، وقت شخص صادق شد، کارای صداقت را انجام داد، انسان صادق شد، راستگویی کرد در امور مختلف، حتی یکونو صدیقا، در روایت دیگه میاره حتی یکتب عند الله صدیقا، به نزد الله سبحانه و تعالی نوشته میشه که این انسان از جمله صدیقین هست. یعنی در روز قیامت در کنار سیدنا ابوبکر صدیق حشر میشه، در روز قیامت در کنار انبیاء علیهم السلام حشر میشه، در روز قیامت در کنار اولیاء الله حشر میشه، در روز قیامت در کنار کسانی حشر میشه که الله سبحانه و تعالی از اونها راضی هست و اونها را رو به طرف آن لحظه‌ای که گفته میشه وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. در بدایت اگر ما وقتی اشاره کرده بودیم بحث صدق و اینها تعریفی می داشتیم، حالا وقتی ما صدق میگیم خب ضد صدق چیست؟ کذب هست. در ادامه این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ضد صدق را بیان میکنن، میفرمایند و این الکذب یهدی الی الفجور. وقتی انسان صادق نبود کاذب می باشه و کذب و دروغ انسان را به طرف چی میکشانه؟ طرف فجور، طرف گناه، طرف معصیت، طرف نافرمانی. وقتی که انسان به طرف معاصی و گناه و معصیت و اینها قدم گذاشت، این فجور انسان را به کدام طرف میکشانه؟ یهدی الی النار، میکشانه به طرف جهنم، میکشانه به طرف آتش، میکشانه به طرف جایگاهی که الله سبحانه و تعالی میفرمایه که فبئس المصیر، بسیار بد راهی است. در ادامه میفرمایه این الرجل لیکذب، وقت شخص مسیر دروغ را انتخاب کرد، بله، در گفتارش دروغ بود، در کردارش دروغ بود، در اعمالش دروغ بود، حتی یکتب عند الله کذابا، الله همه ما را نجات بده. اینجا نوشته میشه به نزد الله سبحانه و تعالی که این شخص کذاب هست، این شخص شخصیه که این صادق نیست. وقت صادق نبود این انسان میشه کاذب، وقت کاذب شد این از جمله اسمش از لیست اولیاء خدا و از دوستان پروردگار عالم خط زده میشه و میره به طرف شقاوت و بدبختی. و همچنین احادیث دیگری که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند پیرامون صدق و اینها، رسول الله میفرمایند دع ما یریبک الی ما لا یریبک، او چیزی که تو را به شک میاندازه ترک بکن، برو به طرف او چیزی که تو را به شک نمیاندازه، یعنی به او چیزی که مشکوک هستی در امور مختلف ترک بکن. دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الصدق، در ادامه حدیث میفرمایند فان الصدق طمأنینه، صدق هست که اطمینان بخش هست، آرام بخش هست، صدق هست که فکر را آرام میکنه، صدق هست که روح و روان را آرام میکنه، صدق هست که برای انسان آرامش میده، اطمینان میده، صدق هست که روح و روان انسان را آرام میکنه. والکذب ریبه، دروغ شک هست، دروغ تشویش هست، دروغ پریشانی هست، دروغ نگرانی هست، دروغ هر لحظه در اضطراب و نگرانی هست. وقتی که الله سبحانه و تعالی جناب استاد بزرگوار میبینیم که وقتی بیان میکنه بحث صدق و صادقین و مسئله صدق و این که قرآن میفرمایه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، صدق راه نجات هست، راه فوزه، فلاح، رستگاریه. ولو که در عالم ظاهر ببینیم که شخص به خاطر صدق خود به چوبه دار بالا میشه، اما ثمره و نتیجه لذت هست، ثمره و نتیجه فوز و فلاح و رستگاری در آخرت هست. همچنین در دنیا در زمان حجاج ابن یوسف
حجاج روزی خطبه میداد و در اثنای خطبهش طولانی میشه. شخصی صدا میکنه که وقت نماز هست، وقت نماز رسیده. و حجاج وقتی که این حرف از این میشنوه و این شخص برایش میگه که وقت در انتظارتون نمیمانه و همچنین الله سبحانه و تعالی در این کاری که تو داری انجام میدی تو را معذور نشمرده که تو عذری داشته باشی، چرا طولانی میکنی خطبه؟ حجاج از منبر پایین میشه و امر میکنه که ایر بالاخره زندان بیاندازی. وقتی ایرا طرف زندان میبرن خب عقوام و اینها جمع میشن که این شخص مجنون بوده و دیوانه بوده و بالاخره دنبال حیله میگردن به خاطر نجات. حجاج گفت که اگر این قائل شد به دیوانگی خود میرم این لحظه رها میسازم. او را آوردن و بعد گفت که تو دیوانه بودی این حرف را زدی از دیوانگی و اینها. گفت نه خیر، نعمت عقل را الله سبحانه و تعالی به من داده، این صفت عاقل بودن را من هیچ وقت تبدیل نمی کنم به دیوانگی. ما عاقل و بالغ هوشیار فهمیده نعمت الهی هست، من هیچ وقت نعمت الهی رو نمی پوشم، منکر نعمت شده نمیتونم. حجاج وقتی طرف این نگاه کرد از صدق و صداقت این شخص خوشش آمد. گفت رها است، آزاد کنید. یعنی صدق هست، یعنی صدق و صداقت این شخص حتی یک ظالم هم مثل حجاج را مجذوب همان صداقت خود میکنه و بالاخره حتی در دل یک ظالم هم رحم پیدا میشه که او را آزاد کنه. پس بناهن به این که الله سبحانه و تعالی در قسمت صدق و در قسمت صداقت و در اینها آیات زیادی و همچنین وقتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید لیسأل الصادقین عن صدقهم، روز قیامت یک روزیه که اون روز سوال میشه از صادقین، از صدق اونها، از صداقت اونها. اما از کافر چه کار میشه؟ و اعد للکافرین عذابا علیما، چون برای کافر صدقی نیست، صداقتی نیست، راستگویی نیست. پس برای مؤمن و برای مسلمان وقتی صدق و صداقت هست در روز قیامت از انسان صادق پذیرایی میشه، از انسان صادق قدردانی میشه و از انسان صادق تقدیر به عمل میآید و او طرف جنت پروردگار عالم رهسپار میشه. و همچنین اگر در قسمت آیات قرآن ما باز هم نگاهی بیاندازیم، خود قرآن وقتی اشاره میکنه و تمت کلمت ربک صدقا، اصلا خود قرآن کتاب صدق هست، کتاب صداقت هست، کتابیه که در بدایت خواننده خود را، تلاوت کننده خود را مطمئن میسازه که در این دروغ نیست، افتراه نیست، بهتان نیست، همه چیه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی. در بدایت قرآن وقتی که در ابتدا در آیه اولی سوره بقره الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه، این کتابی است که در این هیچ شکی نیست، در این هیچ شبهه‌ای نیست. این کتابی است که برای کسانی که میخوان قرآن را تحریف کنن و بکشانن به انحراف و به اینها چالش میده. حتی در ادامه چالش هم بحث صدق و صداقت و صادقین میاره. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما واقعا صادق هستید، اگر شما واقعا صداقت دارید، اگر در گفتار شما صداقت هست، شما مثل این قرآن بیاورید. پس مسئله صدق و مسئله صداقت و همچنین از القاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم که قبل از بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، همونطوری که در هفته گذشته اشاره کردیم که یکی از لقب‌های نبی کریم صلی الله علیه و سلم امین بود که بحث از امانت بحثی داشتیم. یکی از القاب و لقب‌های رسول صلی الله علیه و سلم صادق بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق المصدوق، رسول صلی الله علیه و سلم اسوه برای سایر امت هستند در قسمت صدق و صداقت و در اینها.
تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. واقعا در قرآن کریم آیات زیاد در ارتباط به صدق، اشارات مختصر و همچنین اشارات مفصل داره و اگر ما بخوایم پیرامون هر یک از آیاتی که در قرآن کریم در رابطه به صدق و پیرامون صدق صحبت شده بپردازیم، هر کدام البته برنامه مستقل میخواه و این حرف نیست که فقط بیاییم او را تکرار کنیم. واقعا هر آیت قرآن کریم وقت رویش تمرکز صورت بگیره، پیرامونش صحبت شوه و بحث داده شوه، خودش به عنوان حتی یک رساله علمی در می آید و ما فقط در این برنامه مختصر اشارات میکنیم و بحث و تقصی بیشتر را میگذاریم به خود بیننده های عزیز و گرامی که پیرامون این آیات برن به تفاسیر معتبر مراجعه کنند و کتاب های دیگر را مطالعه کنند و همین قدر کافی است که قرآن خودش کلام صدق هست و چنانکه که مولانا اشاره کردن خداوند تعالی فرمود و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، و اینکه پیامبر ما رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الصادق المصدوق هستند و تمام انبیای الهی را الله متعال خودش ویژگی صدق را به آنها قائل شده و اینکه بزرگترین فرد بعد از انبیا علیه السلام که حضرت ابوبکر است عنوان صدق هستند و به نام صدیق و لقب صدیق از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد شدند و این مدال و این افتخار نصیب خودشان کردند. همین قدر کافی است که ما در ارتباط به اهمیت صداقت و اهمیت راستگویی بدانیم و این خلق و این خوی زیبا را در وجود خود ما اول رشد بدهیم و بعد از آن در محیط کوچکمان، محیط خانوادگی و محیط زندگی و محیط های کار و بالاخره در تمام جامعه انسانی ایره ترویج بدیم. خب عزیزان گرامی، با هم میریم به سراغ میان برنامه. پس از دیدن یک میان برنامه انشالله دوباره در خدمت شما عزیزان و گرامیان با ادامه موضوع خواهیم بود. با ما باشید. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلق لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان وهما لدين محمد جبلان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
خب عزیزان و گرامیان و علاقمندان برنامه خلق عظیم، بار دیگر با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم. شاعری میگوید گر راست سخنگویی و در بند بمانی، گر راست سخنگویی و در بند بمانی، به زان که دروغت دهد از بند رهایی. واقعا صداقت و راستی همیشه وسیله نجات و وسیله موفقیت و سرفرازی و کامیابی و رستگاری و فلاح است. در بخش اول برنامه، قبل از میان برنامه، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در پرتو برخی از آیات قرآن کریم و احادیث گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شرح مختصر البته در ارتباط و صداقت و راستگویی پرداختند. حالا برمیگردیم دوباره خدمت جناب مولانا صاحب بزرگوار و سخن را باز هم در ارتباط به اهمیت صدق و صداقت در پرتو آیات قرآن کریم و همچنین برخی از مثالهای از زندگی انبیا و از زندگی صحابه بزرگوار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پی میگیریم. بفرمایید جناب مولانا. حقیقتا جناب استاد بزرگوار همانطوری که قبلا آیات اشاره نمودیم، هم فهرستوار و یا فقط یک گذر داشتیم بر آیاتی که الله سبحانه تعالی انبیاء صادق و صدیق بیان کرد و اولیاء الله و مؤمنینی که با خداوند عهد و پیمان بستن و در او عهد و پیمان خود صادق بودن و صادق هستن. من میخوام جناب استاد بزرگوار فقط روی این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، فقط لحظات من و شما و بینندگان عزیز فکر داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی میفرمایه کونوا مع الصادقین، بله، باشید به همراه انسان هایی که صداقت دارن و صداقت در پیشه خود ساختن. بله. قبلا دانستیم صدق و صداقت صفتی از صفات انبیاء علیهم السلام. دانستیم که صدق و صداقت صفتی از صفات صحابه رسول صلی الله علیه و سلم. صدق و صداقت از مردان من المؤمنین الرجال، مردانی که اونها الله سبحانه و تعالی از اونها اشاره میکنه. پس حقیقتا آیا تا حال ما فکر کردیم که ما یک روز همانطوری که مثلا امروز ما می نشینیم فکر میکنیم که باید در یک حزب باشیم، باید در یک پست را کسب بکنیم. همیشه وقتی شخص وقتی متعلم در فکر تحصیل عالی هست و بالاخره روزی مدرسه تمام بشه، مکتب تمام بشه و ما در پانتون داخل بشم و بعد از پانتون متخرج بشم و بعد در ماستری و در دکترا و بالاخره نتیجتا ما وکیل بشم، وزیر بشم و والی بشم و رئیس جمهور بشم، رئیس قوم بشم، مدیر یک مدرسه بشم. همه این افکار در ذهن ما آماده. یا مثلا یعنی خلاصه ای که جناب مولانا بزرگوار، ببخشید صحبتتونم قطع کردیم، ما در زندگی ما خیلی به فکر سر و ساماندهی زندگی دنیوی خود هستیم، درباره مسائل مختلف می اندیشیم به خاطر اینکه زندگی مادی خود بهبود ببخشیم، اما ای که معنویات خود رشد بتیم، در ارتباط به شکوفایی جنبه های معنوی و اخلاقی خود اندکی بیاندیشیم و تأمل کنیم، شاید این مورد کمرنگ باشه. حتی جناب استاد بزرگوار در قضایای مادی که اشاره شد که همیشه دغدغه و فکر داریم، حتی در قسمت مسائل دیگر، مسئله شاید یک جوان مسلمان، یک پسر یا دختر فکر کنه که من تحصیلات خود را در کدام پوهنتون دنیا بخوانم، فکر کرده در کدام دانشگاه، در کدام در مدرسه‌ای که مشهور باشه، پوهنتونی که مشهور باشه، دانشگاهی که مشهور باشه.
اما آیا تا حال فکر کردیم که ما در یک مدرسه شامل باشیم که اون مدرسه صادقین هستند که الله سبحانه و تعالی اعلان کرده، دروازه را باز گذاشته؟ آیا ما تا حال خود را در این پوهنتون و دانشگاه ثبت نام کردیم در پوهنتون صادقین؟ کنو مع الصادقین، باشیم به همراه صادقین. آیا تا به این لحظه به این فکر افتادیم که ما بریم در یک صنف در کنار سیدنا ابوبکر صدیق بنشینیم، ما در یک صنف در کنار عمر فاروق بنشینیم، در کنار انبیاء علیهم السلام بنشینیم، در کنار سیدنا عثمان و سیدنا علی، در کنار اصحاب و اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم بنشینیم؟ آیا تا به حال این لحظه فکر بشده؟ اما صحابه فکر کردن. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که اعرابی آمد به نزد رسول صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه ایمان آورد و بعد از ایمان آوردن و اینها، رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که ایمان آورد از رسول صلی الله علیه و سلم خواست که یا رسول الله من همراه شما هجرت بکنم؟ گفتن نه خیر. با صحابه توصیه کردن، وصیت کردن و بالاخره همراه اونها هجرت کرد و بعداً تا اینکه در غزوه پیش آمد و وقتی که غزوه رفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم از غنایمی که به دست آمده بود گفتن که این سهم توست و حق توست. این کسی که وقتی با رسول صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بود به این آیه یقین حاصل کرده بود که کونوا مع الصادقین، به این آیه که در نماز تلاوت میکرد اهدنا الصراط المستقیم، مر به راه راست هدایت کن، او راهی که انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. این صحابه جلیل القدر وقتی که غنایم گذاشته شد گفت که این چیست؟ گفتن این حق توست، این از غنایم گرفته شده. گفت یا رسول الله ما به خاطر اینها بیعت نکرده بودم، ما علی هذا بایعتک، ما به خاطر اینها بیعت نکردم. پس به خاطر چی بیعت کرد؟ و بعد اشاره میکنه این صحابه جلیل القدر رسول صلی الله علیه و سلم بر حلقوم خود، میگه من به این بیعت کردم که تیر در حنجره و در حلقوم من بخوره و در راه الله سبحانه و تعالی به خاطر دین الله سبحانه و تعالی شهید بشم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که بر این قول خود اگر صادق باشی الله سبحانه و تعالی تو رو به مو آرزویی که داری میرساند. بعد از مدتی یا بعد از شروع معرکه و جنگ و اینها، وقتی که شهدا را دیدن و مشاهده کردن که در بین اونها یک کسی افتاده هست و تیر بر حلقومش خورده، رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن هو این همان است که قبلا آمده بود. شما ببینیم که این صدق، این صداقت، این ایمانداری، این پس به اینه که اینا در حقیقت به این آیه فهمیده بودن که کونوا مع الصادقین، باشید به همراه صدیقین. اینها در حقیقت دانسته بودن که همسفری و همرکابی و همنشینی با انبیا و با صدیقین چه لذتی داره. اینها حلاوت ایمان را چشیده بودن. اینها کسانی بودن که با او صدق خود به حقیقت و به راستی استاده بودن. همون بود که پروردگار در حقشون من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله، و به همونه که حتی چنان بر او قول خود صادق بود که اشاره بر حلقوم خود کرد. همون اشارهش به اشاره خود صادق بود، به نیت خود صادق بود، به قول خود صادق بود. الله سبحانه و تعالی چیزی را که او طلب کرده بود الله نصیبش کرد. در معاملهش با پروردگارش صداقت پیشه بود. به اینه که رسول صلی الله علیه و سلم بعداً ردای مبارک خود را به جانش میکنن، چه افتخار بزرگ، و او را کفن میکنن و او را دفن میکنن. این مقام کسانی هست که اونها کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین. الله سبحانه و تعالی در این آیه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، باشید به همراه صادقین. این را کی میگه؟ یک لحظه ما به این فکر باشیم، همین سخن را کی میگه؟ ما وقتی در بین جامعه میبینیم یک حزب بسیار حزب قوی هست، بعضی دیگرها او را تشویق میکنن برو با حزب فلانی که خیلی قویه، از تو حمایت میشه. برو با کنار فلانی که خیلی ثروتمنده، برو در کنار فلانی که خیلی قدرتمنده، برو در فلان حزب، در فلان گروه، در فلان. این الله میگه یا ایها الذین آمنوا مالک الملوک کونوا مع الصادقین.
در حدیث دیگری که امین تصدیق میکنه، جناب استاد بزرگوار مهم اینه که انشاءالله وقت و فرصت باشه پیرامون انواع وقتی صحبت بشه که صداقت مع الله، وقتی صداقت مع الله درست شد، صدق و صداقت به همراه الله سبحانه و تعالی و معرفت به الله سبحانه و تعالی حاصل شد، همه اینها مشکل حل میشه. ما امروز با حرف یک نفر که به ما چیزی میگه ما زود باور میکنیم، اما این کلام پروردگاره، کلام احکم الحاکمین اعدل العادلین، کلام ذاتی که مالک الملک، وقتی گفته میشه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اضمنوا لی ست، اضمن لی، اضمن، کسی که به من، شما وقتی که ضمانت کنید برای من، ستن، 6 چیز شما وقتی به من ضمانت کنید، من انفسکم اضمن لکم الجنه، من برای شما جنت را ضمانت میکنم. حالا این ضمانت را کی میکنه؟ ضامن کیست؟ کسی که از جانب کفیل خدا سخن میگه. کیست؟ وکیل کیست؟ در بین جامعه اگر وقتی یک رئیس جمهور برای انسان بگه که برو این کار به جمع من، مسئولیتش به عهده من، چقدر انسان مطمئن میشه؟ به یک وزارتخانه کسی مراجعه میکنه، وزیر میگه برو مسئولیتی به عهده من، چقدر انسان اطمینان پیدا میکنه؟ این شخصیتی که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، این میگه اضمنوا لی، شما ضمانت کنید برای من 6 چیز از من انفسکم اضمن لکم الجنه، جنت رو به شما ضمانت میکنم. اصدقوا اذا حدثتم، اول اینه که شما صداقت رو پیشه کنید زمانی که سخن میگوید، یعنی در کلام شما صداقت باشه. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی جنت رو برای صادقین، برای کسانی که صدق دارن، برای کسانی که در صداقت هستن، برای از اونها ضمانت کردن. و رسول صلی الله علیه و سلم به این آیاتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میخوان جامعه بفهمانن که شما جز این اشخاصی باشید که اونها صادقین بودن. جناب استاد بزرگوار، اگر ما زندگی صادقین و صدیقین و اینها را یک بخوانیم، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من نمونتا یکی از این اشخاصی که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، که مردانی بودن که در عهد و در صداقت و در اینها و صدقشان با الله سبحانه و تعالی، در تعاملشان با الله صادق بودن، یعنی در تعهدشان با الله صادق بودن. نبود که وقتی که بفهمن که مادیات در خطر هست صداقت رها کنن، وقتی بدانن که جانشان در خطر هست صداقت رها کنن، وقتی بدانن دینشان در خطر هست اینجا حتی صداقت رها کنن. عبدالله ابن حذافه یکی از شاگردان مکتب رسالت، یکی از شاگردان صادق المصدوق، یکی از شاگردان مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم، مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، از تربیت یافتگان مکتب رسالت. وقتی که عبدالله ابن حذافه این صحابی جلیل القدر در لشکر رومیان اسیر میشه، یعنی جناب استاد بزرگوار انسان درس صدق و صداقت از این بزرگان میگیره. وقتی که این اسیر میشه، چون در وقت اسارت این شمشیر زدن، این تیراندازی این رومی ها که میبینن با پادشاه روم جریان میرسانند، شخص اسیر شده که چنین شجاع و قهرمان و چنین بالاخره دلیر و بسیار مبارز و بسیار ماهر و اینها، این را پادشاه میخواه که نصف مال خود را برای تو میدهم. یک پادشاه روم نصف سرمایه خود را به نام تو ثبت میکنم، فقط بیا در لشکر من دنبال محمد را رها بکن. عبدالله ابن حذافه میگه والله قسم که اگر کل
پادشاهی خود را و کل آنچه که در دنیاست تو به نام من ثبت کنید، یک طرفت العین هم، یک چشم زدن هم من از دین اسلام و از جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا نمیشم. به جزء از ثانیه هم حاضر نیستم که پیروی از پیامبر ترک کنم. وقتی این صدق و صداقت در انسان میبینه، بعد این پادشاه میگه که حیفه که این کشته بشه، ولی این را تهدید کنید، شاید به تهدید بترسه و بیای جز لشکر رومیا بشه. این را استاده میکنن. وقتی که این را استاده میکنن و دست و پایش را محکم میبندن و بعد میگه شما تیرها را فقط بزنید به اطرافش که به جانش اصابت نکنه و هر لحظه مرگر احساس بکنه و مقابل چشم خود ببینه و از این برگرده از دین اسلام و از سربازی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما این بر نمیگرده. حاشا و کلا. با او صبر و استقامت و با او عزم متین، چون صادق هست. من المؤمنین رجال صدقوا، از صدق دل ایمان آورده، از صدق دل پذیرفته، با الله سبحانه و تعالی با مو صداقتی که عهد و پیمان بسته استاده هست. و بعد به جای میرسه که حتی تهدیدهای دیگری او را زیر آب کنه و بالاخره جای دیگری و بالاخره تهدیدهای دیگری، تا قضیه به مراحل میرسه که عبدالله ابن حذافه میارن. جناب استاد، این لحظه انسان وقتی مجسم بیاره به نظر خود که عبدالله ابن حذافه را آوردن و در مقابل چشم عبدالله ابن حذافه دو اسیر دیگر را آوردن، دیگ آب جوش را گذاشتن و دو اسیر دیگر گفتن به مقابل چشم ای به آب جوش بیاندازیم تا این که این بترسه و از دین اسلام برگرده. این صدق و این صداقت و این واقعا جای اینه که انسان فکر بکنه که اینها تربیت یافتگان مکتب اسلام، تربیت یافتگان صادق المصدوق، تربیت یافتگان قرآن، تربیت یافتگان مکتب که او هیچ وقت شکست در او نیست. چه عظمت و چه بزرگی داشتن اینها، در حالی که جناب مولانا صاحب هیچ کدامشان از مادیات دنیا هم بهره‌مند نبودن، اما چه صداقتی بود. جناب استاد، در اون لحظه عبدالله ابن حذافه شاید شکمش هم سیر نبوده، چقدر وجود از او زخم برداشته بوده، چقدر نعماتی هم که در نزد پادشاه روم مشاهده میکرده، با چشم سر میدیده. ولی نکته اینجا مهم است، وقتی که دو اسیر با آب جوش میاندازن و عبدالله ابن حذافه در او اثنا که نزدیک آب جوش میرسه گریه میکنه. دست نگه دارید. عبدالله ترسید. پادشاه خبر میده به هدف رسیدیم. عبدالله نگاه میدارن، عبدالله ابن حذافه. خب چه شده؟ پادشاه میگفت خب از ابتدا همین را قبول میکردی، چرا گریه میکنی؟ عبدالله ابن حذافه میگه به این واسطه گریه نمی کنم که من در این لحظه از دنیا میروم و با آب جوش میافتم. به این گریه می کنم که عبدالله ابن حذافه یک جان داره که او در این لحظه در این راه میده. کاش که عبدالله ابن حذافه چندین جان می داشت، کاش که 100 جان می داشت که یکی پی از دیگری در این آب جوش در راه الله سبحانه تعالی تقدیم میکرد و با او صدق و صداقت و عهد و پیمانی که با خدا و پیامبر بسته بود ثابت می ساخت که عبدالله ابن حذافه جز صادقین هست. دوست داره که به همراه صادقین حشر بشه، دوست داره به همراه نبیین و صادقین و اینها. پادشاه وقتی این شامت و غیرت و این صدق و صداقت این مرد رو میبینه، همه اینها رو میبینه، میگه از تو فقط یک خواهش دارم، این را بپذیر و قبول بکن و بعدا تو را آزاد میکنم. میگه چی؟ میگه فقط پیشانی مرا ببوس، پینک مرا ببوس، تو را رها میکنم. عبدالله ابن حذافه میگه به یک شرط میبوسم تا همه اسرا را آزاد کنید. الله اکبر. یعنی در این لحظه تنها غم خود نمیخوره،
تنها به فکر آزادی خود نیست، تنها به فکر نجات خود نیست. عبدالله ابن حذافه وقتی پیشانی کافر را میبوسه و پادشاه روم عبدالله ابن حذافه و مسلمان ها را آزاد میکنن، وقتی که آزاد میکنه عبدالله ابن حذافه رو به طرف مدینه حرکت میکنه، گریه میکنه. نکته مهم اینجاست جناب استاد بزرگوار، درد برای بعضی انسان ها که بدون عذر پیشانی کافر را میبوسن، بدون مشقتی که به سر اونها آماده باشه، به راحتی با کافر می نشینن، با کافر بحث دارن، با کافر قصه دارن، با کافر دوستی دارن، با کافر بالاخره به یک دسترخوان با محبت می نشینن، در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین هم دیگر محبت داشته باشید. عبدالله ابن حذافه تا مدینه گریه میکنه که چی شد که من دشمن خدا و رسول پیشانی رو بوسه زدم. سیدنا عمر خبر میشن از این قصه و از این داستان و از این جریان و از این حرکت عبدالله ابن حذافه که چنین کرد و اسرار نجات داد. سیدنا عمر از مدینه بیرون میشن به استقبال عبدالله ابن حذافه و برای دیگران میگن که وقتی که عبدالله ابن حذافه وارد مدینه شد همه پیشانی او را ببوسید. سیدنا عمر اول پیشانی عبدالله ابن حذافه را میبوسه و بعدا دیگه صحابه میبوسن. این مردانی بودن که با این آیت درست و صحیح فهمیده بودن که الله میگه کونوا مع الصادقین. عبدالله ابن حذافه میدانست که اگر پادشاهی روم را هم برایش میدادن امروز اثری از او نبود، اگر پادشاهی کل دنیا را برایش میدادن امروز به حالش فایده نمیکرد. عبدالله ابن حذافه فهمید که کونوا مع الصادقین، باشید به همراه صادقین. صادقین کیا هستن؟ انبیاء علیهم السلام. صادقین کیا هستن؟ اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم. صادقین کیا هستن؟ شهدا. صادقین کیا هستن؟ همه بندگان برگزیده الله سبحانه و تعالی. پس به اینه که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند اضمن لكم الجنه، من جنت را ضمانت میکنم برای کسی که وقتی سخن بگه در سخن گفتن خود صادق باشه و در سخن گفتن خود صداقت داشته باشه. جناب مولانا بزرگوار، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همانند عبدالله ابن حذافه یا جانبازان دیگر مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که با الله جل جلاله تعامل داشتند، صادقانه تعامل داشتند و وعده های الله جل جلاله و وعده های پیامبر گرامی الله جل جلاله را با صدق دل پذیرفته بودند و او وعده هایی که در قرآن برایشان داده شده بود و وعده هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان داده بودند اونها را تصدیق کرده بودند، باور کرده بودند و میدانستند که همین لحظه که از دنیا رخت سفر بندند به هر طریق و به هر شیوه و به هر نحوی که کشته شوند اینها نجات یافتگانند. اینها کسانی هستند که موفق بودند، کسانی هستند که کامیاب شده بودند، کسانی هستند که رستگار شدند. آیا ما امروز با وعده های الهی چنانه که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تصدیق و باور کردند همان گونه معتقد هستیم، باورمند هستیم؟ اگر هستیم چرا امروز بحران صداقت در جامعه اسلامی وجود داره؟ چرا امروز صدق و راستگویی کم شده؟ صداقت با الله، صداقت با بندگان الله، صداقت با نفس، صداقت با جامعه چرا کم رنگ شده؟ همه این کمرنگی و دوری از صداقت دوری از قرآن هست، دوری از معنا و مفهوم قرآن هست، دوری از اقوال رسول صلی الله علیه و سلم هست. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که در حجة الوداع می فرمایند ترکت فیکم امرین، گذاشتم در بین شما دو چیز، لن تضلوا، هرگز گمراه نمی شوید، هرگز عقب مانده نمی شوید، هرگز به فلاکت و بدبختی دچار نمی شوید. او دو چیز چی هست؟ کتاب الله و سنتی، قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند ما چیزی در بین شما گذاشتم که لیلها که نهارها، یعنی شب او
از روز روشن‌تر هست که قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هست. امروزه جناب استاد بزرگوار، ما در بین جامعه وقتی که نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی ما را متوجه میسازه در قسمت یقین، در قسمت این که ما وقتی که حرفی میزنیم به او حرف خود صادق باشیم و جز صادقین باشیم. الله سبحانه و تعالی قرآن را به خاطر چی فرستاد؟ هدف از نزول قرآن چیه؟ تا جامعه‌ای که در او جامعه صدق نیست صداقت بیاره، تا جامعه‌ای که در او جامعه عدالت نیست عدالت بیاره. ما امروز وقتی که میگیم چرا از این منبع بزرگ و یا از این صفت بزرگ اخلاق حمیده و پسندیده که همان صدق جامعه ما دور شده، در حقیقت ما از این منبع نور دور شدیم. امروز جامعه ما پرسان کنیم از چند نفر، یعنی از 100 نفر چند نفر قرآن رو درست از روی یاد داره؟ یک موضوع. نکته دوم، وقتی که باز نگاه کنیم کسی که از روی قرآن رو یاد داره، یعنی تلاوت قرآن، قرائت قرآن رو یاد گرفته، چند نفر به معنا و مفهوم قرآن میدانه و میفهمه؟ وقتی به معنا و مفهوم قرآن دانست، چقدر با او عمل میشه؟ هدف از نزول قرآن، وقتی قرآن تلاوت میشه، الله سبحانه و تعالی میفرمایه که افلا یتدبرون القرآن. قرآن به خاطر تدبر هست. ما وقتی قرآن رو تلاوت میکنیم به او آیات قرآن تدبر کنیم. چگونه تدبر؟ به اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما باشیم همراه صادقین. آیا تا به این لحظه ما به این فکر کردیم که صادقین کیا هستند، کجا هستند، دارای چی صفاتی هستند، دارای چی ویژگی ها هستند در این راستا؟ پس بناهن مسلمانان امروزی، ما اگر یک شخص پیش یک طبیب مراجعه میکنه، وقتی به طبیب مراجعه کرد، طبیب نسخه برایش میده. وقتی نسخه داد، این نسخه باید کجا مراجعه کنه؟ باید بالاخره دواخانه مراجعه کنه و دواخانه دوا بگیره و بالاخره بعداً دوا را گرفت اینها را تجویز بکنه، اینها را استفاده کنه و به اون طریقی که طبیب گفته استفاده کنه. اگر شخص رفت پیش طبیب، نسخه را گرفت، حالا هیچ مراجعه به دواخانه نکرد، از این نسخه چی استفاده میشه؟ اگر معنا و مفهوم این نسخه را هم نفهمید که چگونه چی هست، این نسخه به حالش چی فایده میکنه؟ پس بناهن وقتی رفت دوا را گرفت آورد به طاق خانه گذاشت، از این دوا استفاده نکرد، باز به حالش چی فایده میکنه؟ پس هدف از ما که امروز از صدق و از صداقت جامعه اسلامی دور مانده، ما در حقیقت از قرآن جامعه دوری از سنت رسول صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که قرآن، معنا و مفهوم قرآن در خانواده ما، در جامعه ما، در قریه ما، در منطقه ما زنده شد، یقین بدانیم که صدق و صداقت زنده میشه. یعنی دوران جاهلیت صدق بود؟ نبود. صداقت بود؟ نبود. جهل بود، نادانی بود، ظلمت بود، تاریکی بود، الا بالاخره ماشاءالله که در اینجا. اما این دوران جاهلیت تبدیل میشه به دوران، یعنی دوران ظلمت تبدیل میشه به دوران نور. این نور از کجا آمد؟ خود قرآن نور هست، روشنایی هست. پس بناهن صدق و صداقت زمان در جامعه ما پیدا میشه و در جامعه ما احیا میشه که ما فرهنگ قرآن، فرهنگ سنت نبوی صلی الله علیه و سلم در جامعه خود زنده بداریم. اگر تا زمانی که قرآن در زندگی ما و در خانواده ما هر قدر از قرآن دور شویم، از صدق و از صداقت و از صفات حمیده و پسندیده دور میمانیم. بالاخره از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت محروم میشه انسان. یعنی امیدوار هستیم که الله جل جلاله ما را از جمله کسانی نگردانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز قیامت بیاین و بگن و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اینجا هم علما میگن هجر چی است؟ هجر تدبر است، چون در آیه دیگر خداوند تعالی میفرماید کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته. یعنی اینجا تدبر و تأمل از الله جل جلاله استدعا داریم و مسئلت داریم در این لحظات که به همه من و شما و تمامی بینندگان و تمامی مسلمانان تأمل و تفکر و اندیشیدن و تدبر
با آیات قرآن کریم را عطا بفرمایه و روزی برسه که فرزندان ما را به جای اینکه به علوم مادی بحت روز تشویق و ترغیب کنیم، به تدبر و تأمل و تفکر و اندیشیدن و به معانی قرآن کریم آشنا کنیم. دوستان گرامی و علاقمندان برنامه خلق عظیم، رسیدیم به پایان این برنامه، سری برنامه های خلق عظیم و بحثمان در ارتباط به صداقت همچنان انشاءالله در جلسه بعدی ادامه خواهد داشت. تا آن دم و آن لحظه همه شما عزیزان و سروران را و پناه الله یکتای بی همتا می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.